سلام، خوبین؟ بچه ها یادتونه داشتم براتون تعریف میکردم که خانوم به من چی گفتش که این سیرا رو کجا بکشم. همون سیرا رو میگم ها. آره، اون سیرا رو من سیر ترشی کردم، ریختم تو این دبه ها. یعنی اول یکم چیزشون کردم، اون لایه کثیفشو گرفتم، بعد اینکه نشستم و همونجوری گل گل حبه حبه های درشت گذاشتم. یه چند روز هوا خورد بهش و بعدش هم ریختم تو این سرکه و درش هم بستم که بذارم توی انباری یه چند سال بمونه. قشنگ سیر ترشی خوب میشه. حالا امروز هم یکم بیشتر به خودم رسیدم. به نظرتون بهتر شدم؟ روژ زدم، یه ذره ریمل زدم، موهامو بافتم، بولیزم هم یه دونه این بولیزه رو پوشیدم. به نظرتون بهترم نسبت به اون روز یا نه؟ تغییری نکردم. ابروام که همونه، زیادم کرم مرم و اینا نزدم، فقط روژ زدم. حالا میخوام اون رو بهتون بگم، خانومه رو بهتون بگم. خانومه بهم گفتش که چیزه. گفتم خانوم خب این آقا فروشنده است، آقای وانتی، از ایشون سوال کنین که کجا باید بکشین. گفت وا، الان فکر کنم خانوم وضعیت جنگ ها، اصلا برات مهم نیست. گفتم اصلا سوال شما جنگی نبود خانوم، سیر تو میخواستی بکشی. گفت دوماً من از یه هم نوع خودم سوال کردم سیرم و کجا بکشم، اینجوری به من جواب میدین. گفتم خانوم اصلا موضوع سیر شما نه به جنگ ربطی داشت نه به هم نوع. سیر شما برای کشیدن میخواستی ببینی کجا بکشی. حالا چرا میخوای منو بزنی؟ لیلی مگه زدن داره؟ زنه اینجوری بهم نگاه کرد و رفت. منم سیرامو برداشتم اومدم خونه، ولی هر چی فکر کردم گفتم این چرا اینجوری گفت؟ دلیلش چی بود؟ به نظر شما دلیلش چی بود؟ بعدش میخوام یه چیزی بهتون بگم. لطفاً منو اون زنگوله رو بزنین، کامنتم بذارین، لایکم هم بکنین. مرسی. چی میشه؟ با لیلی گشتم همراه باشین.